سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به یه ایده‌ای که خب توی منبعی که داشتیم بهش میگن راز بزرگ زندگی. بله، یه مفهوم خیلی جالب. آره، میگن شخصیت‌های بزرگی مثل افلاطون، نیوتن، حتی آینشتاین اینا میدونستن قضیه چیه. حالا چقدر این ادعا درسته یا نه بحثش جداست البته. دقیقاً. ولی خب منبع ما که خلاصه‌ای از کتاب راز هست، ادعا میکنه که این مثلا یه راهیه برای رسیدن به شادی، سلامتی، ثروت. همه چیزای خوب زندگی دیگه، آره. هدف ما اینه که یکم واکاوی کنیم، ببینیم این راز اصلا چی هست و خب منطقش چیه که میگه شما هر چی آرزو کنی به دست میاری. خیلی ادعای بزرگیه ها. بزرگه، خیلی بزرگ. خب ببین، هسته اصلی این بحث چیزیه که بهش میگن قانون جاذبه. قانون جاذبه؟ آره، یعنی منبع میگه که افکار ما یه جور فرکانس دارن. فرکانس؟ مثل امواج رادیویی؟ یه همچین چیزی، مثل آهنربا عمل میکنن انگار. چیزایی که شبیه اون فرکانس هستن رو به سمت زندگی ما میکشونن. عجیب شد. یعنی هر چی تو زندگیمون داریم خودمون با فکرامون جذبش کردیم؟ طبق این دیدگاه دقیقاً همینه. میگه تصاویری که تو ذهنتون نگه میدارید، اونا باعث میشن تجربیات مشابه وارد زندگیتون بشن. یه جمله کلیدی هم داره، افکار تبدیل به اجسام میشن. پس کنترل فکر خیلی مهمه، خیلی. یعنی تأکیدش رو اینه که روی چیزایی که میخوایم تمرکز کنیم، نه اونایی که نمیخوایم. درسته. دقیقاً. نکته جالبش هم همینه که میگه این قانون، یعنی این جاذبه، کاری نداره فکر شما خوبه یا بد. عجب. فقط به اون فرکانس، به خود فکر جواب میده. یعنی اگه همش به قرض و بدهی فکر کنی، خب بدهی بیشتری جذب می‌کنی؟ آره دیگه. اگه به چیزای خوب فکر کنی، شکرگزار باشی، چیزای خوب بیشتری میاد سراغت. خب اینو چجوری میشه مدیریت کرد آخه؟ یعنی احساسات آدم چی؟ خب دقیقاً همینجاست که نقش احساسات میاد وسط. منبع میگه احساسات شما، خوب یا بد، مثل یه جور سیستم راهنما عمل میکنن. راهنما؟ چطوری؟ یعنی حس خوب نشون میده افکارت در جهت خواستهاته، داری درست میری. حس بد خب یعنی داری برعکس میری، افکارت داره از خواستهات دورت میکنه. آها. و نکته کلیدیش اینه، برای جذب اون چیزی که میخوای باید همین الان احساس داشتنش رو تو خودت ایجاد کنی. یعنی الکی خوش باشیم. نه، الکی خوش بودن یعنی اون حس داشتن رو تجربه کنی. انگار ذهن فرق واقعیت و تجسم رو نمیفهمه. جالبه. منبع فرایند 3 مرحله‌ای هم گفته بود برای این کار. اولیش خواستن بود. آره، اول باید خیلی شفاف، خیلی دقیق بگی چی میخوای. حتی میگه بنویسش که واضح بشه. مرحله دوم چی بود؟ آها، باور. باور اینجاش یکم سخته شاید. باید باور کنی که به دستش میاری، که کائنات داره برات فراهمش میکنه. اون تشبیه غول چراغ جادو رو به کار میبره، فرمان بردارم سرورم. ولی چجوری آخه؟ نباید بدونیم چطور قراره بشه. نه، تأکید میکنه لازم نیست بدونی چطور، فقط باید باور داشته باشی که میشه. اون چطورش کار کائنات انگار. و مرحله سوم دریافت. این یعنی چی؟ یعنی منتظر باشیم؟ نه، فقط منتظر بودن. یعنی خودتو بذاری تو اون فرکانس احساسی دریافت. همون که گفتیم، حس خوب، شور و شوق، شکرگزاری. وقتی تو این حالت باشی، انگار آماده‌ای برای گرفتن اون چیزی که خواستی. 2 تا ابزارم معرفی کرده بود برای کمک به این فرایند. یکی شکرگزاری بود. بله، شکرگزاری یعنی تمرکز روی چیزایی که داری و قدرشون رو دونستن. این حس خوب خودش چیزای خوب بیشتری جذب میکنه. اون ایده سنگ شکرگزاری هم یه یادآور روزانه است انگار. دومیش هم تجسم بود. یعنی تصور کنی که به خواستت رسیدی. آره، با تمام جزئیات ببینی و حسش کنی، انگار همین الان اتفاق افتاده. مثال ورزشکارای المپیک رو میزنه که چطور با تجسم مسابقه عضلاتشون فعال میشه. آها، اون مثالو یادمه. یا اون داستان معروف تابلوی آرزوها و خریدن خونه‌ای که عکسش رو سالها پیش چسبونده بود رو تابلو. اینا رو به عنوان شاهد میاره. راستش یه سری حرفای دیگه هم داشت که انگار باورهای اصلی پشت این قضیه بودن. دقیقاً. مثلا میگفت یه فکر مثبت 100 برابر قوی‌تر از یه فکر منفیه. این شاید یکم خیال آدمو راحت کنه که هی نگران فکرای منفی نباشه. آره، این خوبه. یا اون فاصله زمانی بین فکر و اتفاق افتادنش. آره، که میگه این به نفع ماست.
فرصت داریم فکرمون رو عوض کنیم اگه دیدیم داریم اشتباه میریم. یه چیز دیگه‌ای هم که خیلی روش تاکید داشت این بود که میگفت ایده کمبود دروغه. بله. میگفت این یه باور اشتباهه. فراوانی برای همه هست. برای همین میگفت به جای جنگیدن با چیزای منفی، مثلا ضد جنگ بودن، ضد فقر بودن، خب انرژیتون رو بذارید روی خلق چیزای مثبت، صلح، فراوانی. مثال مادر ترزا رو میزد که گفته بود من تو تظاهرات ضد جنگ نمیام، ولی برای راهپیمایی صلح حتما میام. جالبه. پس یعنی مسئولیتش با خودمونه؟ کاملا. شما خالق واقعیت خودتی و مسئول افکار و احساساتت هستی. این مسئولیت پذیری رو حتی به سلامتی بدنم ربط میده. آره، مثال اثر دارونما پلاسیبو رو میزد. یا اون داستان، حالا نمیدونم چقدر واقعیه، ولی داستان اون فردی که با وجود قطع نخاع با قدرت ذهنش دوباره راه افتاد. به عنوان نمونه‌ای از تاثیر ذهن روی بدن. خب پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم جان کلام این دیدگاه چیه؟ ببین، جان کلامش اینه که قدرت اصلی دست شماست. شما با افکار و احساساتی که حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه انتخاب می‌کنید، دارید زندگیتون رو شکل میدید. یعنی این شرایطی که الان داریم نتیجه فکرهای قبلیمونه؟ طبق این دیدگاه آره. و خبر خوبش اینه که چون نتیجه فکرای قبلیه، پس با تغییر فکرای الانت میتونی آینده رو عوض کنی. قدرت در درون شماست. خیلی حرف سنگینیه. هست. خب با توجه به این حرفا یه سوال میمونه که شاید شما باید بهش فکر کنید. اگه واقعاً اینطوری باشه، اگه شما خالق واقعیت خودتون باشید و پتانسیلتون نامحدود باشه، حالا چی رو انتخاب میکنید که تجربه کنید و به زندگیتون جذب کنید؟